با نام و یاد خدای مهربان. سلام دانش آموزان عزیز. میخوایم با هم دیگه بریم صفحه 4 از ریاضی پایه 7 رو حل بکنیم و مطالب مربوط به اون رو یاد بگیریم. در این صفحه راهبرد حذف حالتهای نامطلوب بررسی شده. اگه یادتون باشه داریم با همدیگه در این فصل از کتاب راهبردهای مختلف برای حل یک مسئله رو بررسی میکنیم. یکی از این راهبردها حذف حالتهای نامطلوبه. یعنی چی؟ بیاید با همدیگه یاد بگیریم. به شرایط و اطلاعات مسئله توجه کنید و حالتهای نامطلوب و نادرست را کنار بگذارید. آنگاه پاسخ مسئله یا همان حالتهای مطلوب به دست می آید. برای پیدا کردن تمام حالتهای ممکن می توانید از راهبرد الگوسازی استفاده کنید. ابتدا فهرستی از تمام حالتها به دست آورید، سپس با توجه به شرایط گفته شده در مسئله حالتهای نامطلوب را حذف کنید. قراره که با همدیگه برای حل بعضی از سوالها از راهبرد حذف حالتهای نامطلوب استفاده کنیم. اما برای اینکه بتونیم حالتهای نامطلوب رو حذف بکنیم و حالتهای مطلوب و درست رو از بین اونها استخراج کنیم، گاهی اوقات لازمه که از راهبرد الگوسازی هم استفاده کنیم که در صفحه قبل باش آشنا شدیم. یعنی بیایم با توجه به یک نظم و ترتیب خاصی الگویی برای انواع پاسخها در نظر بگیریم و از بین اون پاسخها اونهایی که نامطلوب هستند رو حذف کنیم و اونهایی که مطلوب هستند رو بیان کنیم و بررسی تا در نهایت به جواب پایانی و درست برسیم. چطوری؟ بیاید با هم دیگه چند تا سوال حل کنیم. در سوال اول میگه مجموع سن 3 نفر 14 سال است و حاصل ضرب سن آنها 70 است. سن بزرگترین نفر چقدر است؟ پس چی شد؟ قراره که ما بیایم در واقع سن 3 نفری که مجموعشون 14 و حاصل ضربشون 70 هست رو بررسی بکنیم و سن بزرگترین نفر رو بنویسیم. ابتدا با راهبرد الگوسازی همه حالتهایی که ضرب سه عدد طبیعی برابر 70 می شود بنویسید. به این جدول چه ستونی باید اضافه کنیم تا حالتهای نامطلوب هست و فقط حالت مطلوب باقی بماند؟ بچه‌ها من اینجا دیگه ستون رو اضافه نکردم چون که خیلی تعدادش زیاد میشه، اما تو ذهنم میخوام این کار رو انجام بدم. پس قراره که ما بیایم 3 تا عددی که حاصل ضرب اونها میشه 70 و حاصل جمع اونها میشه 14 رو پیدا بکنیم. خب توی این ستون باید در واقع توی این جدول یک ستون اضافه بکنیم به اسم حاصل ضرب، یک ستون اضافه بکنیم به اسم حاصل جمع. اما من دیگه حاصل ضرب رو اضافه نکردم و حاصل ضرب رو ذهنی میخوام جلو برم. شما هم میتونید گاهی اوقات برای برخی از سوالها از این روش استفاده بکنید. پس میتونید هم یک ستونی به اسم حاصل ضرب در نظر بگیرید و اون ستون حاصل ضرب هم بنویسید. یعنی دیگه اینجوری همه حالتهای نامطلوب رو دارید یکی یکی حذف میکنید. خب ولی من ستون حاصل ضرب رو تو ذهنم میرم. بیایم با عدد 1 شروع کنیم. اگه نفر اول یک در واقع سنش 1 باشه، بعدی هم 1 باشه، خب یکی ضرب در چه عددی میشه؟ 70 ضرب در 70. خب پس حاصل ضرب الان 70، 1 ضرب در 1 ضرب در 70. خب مجموعشون چقدر میشه؟ 70 به علاوه 1 به علاوه 1 میشه 72. نفر بعد دوباره بیایم اولی رو 1 در نظر بگیریم. سن نفر بعدی اگر 2 باشه 2 یکی 2 تا ضرب در چه عددی میشه؟ 70 ضرب در 35. پس حاصل ضربش میشه 70. اما جمعشون رو بیایم با هم حساب کنیم. 35 به علاوه 2 به علاوه 1 میشه 38. نفر بعدی اگه 1 سالش باشه، بعدی نمیتونه 4 سال باشه یا 3 سال. چرا؟ نگاه کنید من الان دارم حالت نامطلوب رو تو ذهنم حذف میکنم. اگه اینجا رو 1 در نظر بگیرم، اینجا رو بعد از 1 و 2 بگم 3، 1 ضرب در 3 میشه 3.
3 ضرب در هیچ عددی نمیشه 70. پس این یه حالت نامطلوب که حذفش کردم. پس دارم با حاصل ضرب ها هم یه سری از حالتهای نامطلوب رو حذف میکنم. بعدی اگه این 1 باشه و بعدی 4، 1 4 تا 4 تا 4 ضرب در هیچ عددی، در واقع حالا اینجا عددهای طبیعی منظورمون هست، چون خیلی مهمه ها عددهای طبیعی. اگر عدد غیر طبیعی گفته بود اون وقت ما خیلی دامنه کارمون وسیع میشد و پیچیده. خب 1 ضرب در 4 هم بررسی کنیم. 1 4 تا 4 تا 4 ضرب در هیچ عددی نمیشه 70. اما 1 ضرب در 5 میشه 5. 5 رو اگر که ضرب در 14 بکنیم میشه 70. حالا بیام حاصل جمع اینا رو بگیم. 14 به علاوه 5 به علاوه 1 با هم میشن 20. خب بریم برای حالت بعدی. تو ذهنم دارم میرم بچه‌ها. میخوام بیام 1 رو ضرب در 6 بکنم. ببینم میشه 1 ضرب در 6 میشه 6. 6 رو یا ضرب در عددی میشه 70؟ نه نمیشه. برم عدد بعدی. 1 ضرب در 7 میشه 7. خب 7 هم که ضرب در 10 بکنیم میشه 70. پس این حالت هم دوباره یه حالت نسبتاً مطلوبیه. میام مرحله بعدیش رو بررسی میکنم. 10 به علاوه 7 میشه 17 با 1 میشه 18. پس مینویسم 18. خب میرم گام بعدی. 1 ضرب در 8 میشه 8. اگه اینجا 1 بذارم اینجا 8. خب 8 ضرب در عددی آیا میشه برای من اینجا دوباره حاصل ضربش بشه 70؟ نه دیگه نمیشه. 1 ضرب در 9 هم که 9 ضرب در عددی نمیشه 70. 1 ضرب در 10 هم که اینجا گفتیم دیگه، چون یکیشو گفتیم 1، یکیشو گفتیم 10 که خب اینجا گفته شده. بریم برای 2. عدد 2 ضرب در 1 میشه 2 که بعد اینجا نوشته شده. ببینید 2 ضرب در 1 رو داریم. 2 ضرب در 1 ضرب در 35 رو. اما بریم برای بعدیش. 2 ضرب در 2 میشه 4 نمیخوره. 2 ضرب در دارم با 2 بررسی میکنم همه عددا رو تو ذهنم. 2 ضرب در 3 میشه 6 نمیخوره. 2 ضرب در 4 میشه 8. دوباره 8 هم ضرب در هیچ عددی نمیشه 70. پس بچه‌ها ببینید دارم با عددها گام به گام پیش میرم. عددهای طبیعی رو میگم، حاصل ضربشون رو میگم، ببینم آیا ضرب در هم دیگه بشن میشه 70. خب بعد 2 ضرب در 4 گفتم میشه 2 4 تا 8 تا 8 هم ضرب در هیچ عددی نمیشه 70. اما 2 و 5 5 تا میشه 10 تا که ضرب در 7 بشه میشه 70. حالا بیام حاصل جمع اینا رو حساب کنم. 7 به علاوه 5 به علاوه 2 با هم جمعش کنم شد 14. رسیدم به عددی که مد نظر صورت سوال بوده. این 3 تا عدد طبیعی بهتر بود توی صورت سوال میگفت 3 عدد طبیعی، اما خب حالا چون پایین اشاره کرده دیگه خب مطمئنیم که اعداد طبیعی هستن قطعا. خب 3 تا عددمون 2 و 5 و 7 هستن، یعنی اینکه اون 3 نفر سنشون 2 و 3 و 5 بوده. 2 و 5 و 7 بوده که حاصل ضربش هم شده 70، حاصل جمعش شده 14. اما صورت سوال چی از ما خواسته؟ سن بزرگترین نفر اونها چقدره؟ بزرگترین نفرشون بچه چند سالشه؟ بزرگترین اونها 7 ساله است. و اینجوری به جواب رسیدیم. شما اگه خواستید میتونید تمام مراحلی که الان من ذهنی رفتم اومدم 1 رو ضرب در 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کردم و بعد حاصل ضربا رو هم حساب کردم، اونم میتونید بنویسید. ولی من الان اومدم یه مقدار از مراحل رو در واقع حذف حالتهای نامطلوب و این و در واقع الگو سازیم رو ذهنی رفتم، یه مقدارش رو نوشتم. شما هم میتونید از این روش استفاده کنید. بریم سوال دوم. میگه دوست شما یک عدد حسابی، بچه عدد حسابی یعنی چی؟ این پایین رو ببینید نوشته. اعداد حسابی 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و اینا هستن. 0 جزءشونه و اعدادی هستن که به این شکل میرن جلو، مثبت هم هستن. دوست شما یک عدد حسابی کوچکتر از 100 را در نظر گرفته. شما باید با طرح چند سوال عدد مورد نظر را پیدا کنید. او فقط میتواند به سوالهای شما بله خیر بگوید. چگونه میتوان به عدد مورد نظر را پیدا کرد؟ در واقع بچه‌ها عددهای حسابی که کوچکتر از 100 باشن،
خب قبل از 100 میشه 99. از 0 شروع کنید تا 99 دیگه. از 0 تا 99 ما 100 تا عدد داریم. چون خود 0 هم حساب میشه، 99 هم حساب بشه، میشه 100 تا عدد. باید بین این 100 تا با یه سری سوال جواب ها به در واقع عدد مورد نظر برسیم، اما طرف مقابل و اون دوست ما میتونه فقط به سوالای ما جواب بله خیر بگه. پیشنهاد میکنم حتما این بازی رو انجام بدید با یکی از اعضای خانواده، با یکی از دوستاتون. خیلی بازی قشنگیه و کمک میکنه به این که شما بتونید سوالهای مناسبی در موقعیت مناسب براش بپرسید و یک بازیه که ذهن شما رو هم خلاق و فعال میکنه. حالا اینجا گفته با این توضیح کدامی که از سوالهای زیر مناسب تر است چرا؟ خب به نظر شما یا مناسبه که بیام یهو درجا بپرسیم آیا عدد مورد نظر شما 27 است؟ خب این 27 از کجا آورده؟ رو چه قاعده ای؟ الان در واقع ما یک حالت از 100 حالت رو گفتیم و داره حالا اگه طرف احتمال این که در واقع درست باشه 1/100. خب خیلی این سوال نادرستیه و نامناسبه برای شروع. خب بعد سوال بعدی میگه آیا عدد مورد نظر شما یک رقمی است؟ ما اینجا در واقع اومدیم میگیم 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 رو بررسی کنیم، میشه 10 حالت. 10 تا از 100 تا رو داریم بررسی میکنیم، یعنی 10% در واقع ما رو به جواب میرسونه و در واقع خیلی سوالیه که جوابهای زیادی رو برای ما لیست نمیکنه. پس نسبتاً نامناسبه، از سوال بالایی بهتره، اما بازم سوال خوبی نیست. ما باید جوری سوال بپرسیم که در پاسخ بله خیری که دوست ما به ما میده حالتهای نامطلوب زیادتری رو حذف بکنیم. بعدی گفته آیا عدد مورد نظر شما زوج است؟ خوبه این سوالم. این سوال خوبیه چون که یکی در میون این عددا زوجن دیگه. خب این عددا یکی در میون زوجن، خب در واقع ما داریم 50% به جواب میرسیم، یا با بله یا با خیر دوستمون میفهمیم بالاخره یا زوج یا فرد. 50 حالت رو حذف میکنیم. و برای بعدی میگه آیا عدد مورد نظر شما از 50 بزرگتر است؟ این در واقع بهترین حالته چون که خیلی کار ما رو راحت تر میکنه. شاید برای شروع این سوال رو بپرسیم بهتره، بعد از این که این سوال رو پرسیدیم بعد بریم زوج و فرد بودنش رو بپرسیم. ترتیب پرسیدن سوال هم مهمه. پس یادمون باشه که باید سوالایی رو بپرسیم که حالتهای نامطلوب زیادتری رو با پاسخ اونها میتونیم حذف بکنیم و میتونیم در واقع به پاسخ مطلوبمون سریعتر برسیم. باید درصد اون پاسخ، این که حالا با جواب بله خیر دوست ما چند درصد از این اعدادی که ما تو ذهنمون هست و احتمال داره که درست باشن، حالتهای ممکن هستن حذف میشه و دیگه مطمئن میشیم که نامطلوبن، بیشتر باشه. برای این درصد بیشتری رو حذف میکنیم و سریعتر به جواب میرسیم. حتما این بازی رو با یکی از دوستانتون، با یکی از اطرافیانتون، با یکی از اعضای خانواده انجام بدید. خیلی خوبه. فقط عدد رو قبلش بگید که یه جا بنویسه که بعدش یه وقت تقلبی نکنید یا اینکه یادش نره که عدد چی بوده. و با سوالای مناسب، مثلا هم که اول بپرسید عدد شما از 50 بزرگتر است، یا بگی یا بله یا خیر، شما میفهمی که باید حالا یا بزرگتر از 50 رو در نظر بگیری یا کمتر رو. بعد بگی زوج یا فرد، دوباره همینطور. بعد دوباره میتونید بخش پذیری بر اعداد دیگر رو بررسی کنید توش. مثلا ببینید حالا اگه گفت زوج یا فرد، ببینید آیا به 10 هم بخش پذیره و خیلی حالتهای دیگر رو میتونید با سوال و جواباتون بررسی کنید تا به عدد مورد نظرتون برسید. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خداوند پشت و پناهتون باشه.